در دل صخره‌های سرخ شهری مخفی وجود دارد که قدمتش به بیش از 2000 سال میرسد. پترا، معجزه‌ای از معماری و تاریخ. این شهر مرکز تجارت و فرهنگ تمدن نبطی‌ها بود. خزانه، مشهورترین بنای پترا، همچون نگینی در میان صخره‌ها می‌درخشد. مسیرهای مخفی و معابد پیچیده رازهای بسیاری را در خود پنهان کرده اند. ورودی مخفی به شهر، تونلی باریک و طولانی که گردشگران امروز با حس شگفتی از آن عبور می کنند، مسیر زندگی روزمره مردمان گذشته بود. پترا زمانی مرکز تبادل کالاها و فرهنگها بود. مردم این شهر مهارت‌های خارق العاده‌ای در کشاورزی، معماری و تجارت داشتند. اینجا نه تنها ثروت بلکه هنر و مهندسی نبطی‌ها را می‌توان دید. با گذر زمان و زلزله‌های پی در پی، پترا از رونق افتاد و کم کم به شهری مخفی تبدیل شد تا اینکه دوباره کشف شد. پترا، شهری که تاریخ و طبیعت را به زیبایی در هم آمیخته، همچنان چشم انتظار کاوشگران و عاشقان تاریخ است.